دادگاه نویه کلین شهر اوفای روسیه روز 8 ایون شهروند 35 ساله تاجیکستان پدر دو فرزند زمانوف رستم شهابویچ را آزاد کرد. همین دادگاه روز 19 مای حکم اخراج رستم زمانوف از روسیه را با جرم ویران کردن قانونهای مهاجرت و همدستی به حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی برآورده بود. خود رستم زمانوف در یک تماس کوتاه با بامداد تصدیق کرد که شام 8 ایون از تالار دادگاه آزادش کردند. یادآور می‌شویم طبق قرار اول امین دادگاه از 19 مای رستم زمانوف باید از روسیه بیرون کرده میشد و برای امین او را در بازداشتگاه مهاجرانی که باید از روسیه اخراج کرده شوند محکم کرده بودند. ولی دادگاه عالی جمهوری باشقردستان این قرار دادگاه ناحیوی را نپذیرفت و پرونده مهاجر تاجیک را دیگر باره به دادگاه ناحیه کلین فرستاد. سودیا تختبولینا در قرار خود بازم فراتر رفته با یک تعبیری برای دادگاه روسیه امروز خیلی نادر خلاصه فسب درباره گویا به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همدستی کردن رستم زمانوف را به اساس خوانده است. رستم زمانوف زاده دهه چکورک ناحیه ایسار سال 1998 وقتی همگی 13 سال داشت به اوفا به مردکاری آمده. اینک 23 سال باز در همینجا کار و زندگی میکند. او میگوید بار آخر سال 2010 وقتی پدرش از دنیا گذشت به تاجیکستان رفته بود. او همراه برادرش عظیم زمانوف در بازار صدوای شهر اوفا میوه و سبزیجات سودا میکرد. برادر او را ماه اپریل سال 2021 به تاجیکستان اخراج کردند. ولی حکم اخراج رستم زمانوف را اینک بار دوم است که دادگاه عالی باشقردستان بیکار میکند. خود رستم زمانوف و همین طور نزدیکان او و نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رابطه او را با این حزب اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع رد کرده بودند. مقامات امنیتی روسیه گاه برای آسانتر به دست آوردن حکم اخراج این یا او نفر از اتهامات تروریسم و اکستریمیسم استفاده میبرند، چون که فرمان پوتین اخراج مهاجران را در دوره پاندمی منع کرده است و یا اگر تهدید برای امنیت روسیه به بار بیارند ظاهرا مقامات برای دلپوری با حکم رستم زمانوف نیز به ضد او از اتهام همدستی با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استفاده بردند. ولی این جوان تاجیک با چنین گفتگو راضی نشده و توانست 2 دفعه توسط دادگاه عالی باشقردستان حکم اخراج خود را بیکار کند. دفعه دوم مقامات اتهام هوایی همدستی با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در مقابل این جوان سرسخت تاجیک دیگر از جیبشان بیرون نبرآوردند. فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان در سال 2015 منع شد. بعد آن رهبران حزب اظهار داشتند که به خاطر امنیت اعضا و طرفدارانشان تمام فعالیتشان را در داخل تاجیکستان و کشورهای اسنگ قطع میکنند. با این وجود در سالهای آخر 10 نفر از طرفداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر گروه‌های اپوزیسیای تاجیک در کشورهای اسنگ بیشتر از همه در روسیه دستگیر و به تاجیکستان سپرده شدند.